مرده که با سگ خانه‌داری میکرد، یعنی همخوابه میشد. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. از شما خواهش میکنم که همین نواری ما را تا آخر خوب گوش کنید. واقعی که با ابو علی ابن سینا صادر شده بود. ابو علی ابن سینا زنی را نمیدیدند. بینا در خانه می نشست. شخصی که همسرش را نزد ابو علی می آورد، زنش را در بیرون می گذاشت و در دست زن با بند می بست و نوک دیگری بند را ابن سینا می داشت و این طبیب بزرگ لرزیدن بند را می سنجید و چگونه کار کردن دل را فهمیده دوا می کرد. با این مرد بزرگ خداوند چنان استعداد بزرگ را داده است که از این شخص کسی پیدا نشده است که زیان دیده باشد. شخصان محتاج را با پول خودش دوا میکرد. صد افسوس که چخلی که میگویند خوبی با خوبی خودش بر نمیگردد. همان زمان ها نیز شخصانی بودند که خوبی را نمیدیدند. آنها با گروه خود از کوچه میگذشتند که یک سگ کلانه که از گشنگی در قدی را خواب بود دیدند و آنها سگ را مسخره کرده خندیدند. در همین وقت مرد با نام ابو ناصر و برادرانش گفت بیایید همین سگ را به ابن سینا برده یک مزه میکنیم. گفته است. برادرانش سخنان این را معقول کردند و دو نفر از آنها همین طور سگ را از دو پای پیشش گرفتند و دو نفر دیگر از دو پای پس گرفته قچاق کردند و بر سر سگ حجاب را پرتافته نزد ابن سینا آوردند. از پای پیشش با بند بستیده دیگر طرف بند را بر ابن سینا دادند. سگ بیچاره قوت نداشت که حتی نفس بکشد، مثل که بیهوش است، خب کرده خواب میکرد. ابن سینا بند را به دستش داشته به لرزیدن بند نگاه کرده گفته است این شخص ضعیفه کی هست؟ ابو ناصر چی گفتنش را ندانسته از من است گفته جواب داد. ابن سینا گفت اگر این بیمار از ضعیفه شما باشد، این شخص صحت و سلامت است، فقط به نهایت گرسنه است. بسیار شیر و خوراک داده استید به زودی قوت پیدا می کند و زود پشمهایش نیز می براید و به حاجت شما آماده می شود. خدا داناست. اما خداوند اگر من را دروغگوی نکرده باشد، در شکم این بیمار 5 یا 6 تا مثل خودش بچه ها دارد. بینید که ابو ناصر خواست مسخره کند، اما برای همین شوخیش ابو ناصر لقب پیدا کرد که در نزد همه با نام شوهر سگ گفته در همه جا پنج شد. خب دوستان عزیز، اگر معلوم نباشد در زیر همین ویدیو لایک گذارید و به شبکه ما ابونه شدن را فراموش نکنید.